سلطان ولیف وکیل سابق شورای عالی مجلس نمایندگان و مجلس ملی و رئیس سابق نویه خوولینگ واسه روز 28 ماه سال 2024 در سن 72 از عالم چشم پوشید. در این باره سنت صادق در فیسبوک با نشر یک نامه تسلیت به نزدیکان مرحوم خبر داد. درباره علت مرگ سلطان ولیف چیزی گفته نشده است. سلطان ولیف 5 مارس سال 1952 در نویه خوولینگ به دنیا آمده. رشته فیزیک دانشکده آموزگاری کولوب و رشته اقتصادی دانشکده کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده است. سلطان ولیف در سوای معارف همچون معلم مکتب میانه و کافدرای فیزیک دانشکده آموزگاری کولوب و همچون باعث مدیر مکتب اینترنت کار کرده است. او همچنین معاون مدیر کل اتحادیه اگرصنایعی نویه خوولینگ، مدیر مؤسسه نقلیاتی یا افتباز رقم 14 در نویه خوولینگ و مدیر کل کارپوراسیون غله در ولایت ختلان بود. سلطان ولیف سالهای 1995 تا 2000 وکیل شورای عالی تاجیکستان و سال 2000 همچون وکیل از حوزه رقم 33 قمسنگیر وکیل مجلس نمایندگان بود. او از پارلمان با فرمان پرزیدنت رئیس نویه خوولینگ تعیین شده. رفته تا سال 2006 در زادگاهش کار کرد. سلطان ولیف بعدا در مقام معاون وزیر کشاورزی کار کرده، سپس رئیس نویه واسه تعیین شد و تا سال 2013 در این وظیفه کار کرد. سلطان ولیف همچنین چند سال وکیل مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان بود. سلطان ولیف در دوام سالهای 2000 در یک صدمه مجروح گردیده معیوب گروه دوم شده بود. او برای خدمتش به اردن شرف درجه 1 قدردانی شده است. از سلطان ولیف 4 فرزند باقی ماند.